پاس بلند برای پرسپولیس موقعیت هست. علیپور میفرسته تو گلوی دروازه، تو بیرون نرفته، کار دنبال میشه. احمدزاده صاحب تو پاس به رضاییان، توپ میخواد پشت محوطه، پاسشون جالب نیست، از راه میرسه یه پرسپولیس تو زبش میزنه، حالا روی ریباند دروازه استقلال باز شد. گل برای پرسپولیس. مهدی طارمی بازی رو 1-0 میکنه. شاید این گل زود هنگام بتونه بازی رو جذاب‌تر از همیشه رقم بزنه. پرسپولیس 1 استقلال 0. توپ اول خیلی خوب گرفت رحمتی، اما انقدر محکم بود که توی ریباند طارمی بیاد و گل بزنه. یه بار دیگه با هم صحنه گل رو میبینیم. ضربه محکمی که زد ایراللهی روی توپ تاثیر گذاشت. رحمتی و روی توپ برگشتی قبل از مدافعان استقلال طارمی زودتر به توپ رسید. خسرو حیدری صحنه آیسته گل رو از نماهای مختلف داریم میبینیم. گرفته خسرو حیدری میخواد توپو ارسال بکنه، معمولا خوب میفرسته بلند، کاردار روی دروازه، ضربه سر مدافعان پرسپولیس تو دور شد. عادل شیهی یه سر توپ میزنه، خیلی هم خوبی کار انجام میده، یه ارسال بلند روی دروازه، ضربه سری که زده میشه به توپ تو چارچوب نیست. توپ از دست میده اونجا عالیشاه. میبرن به سمت راست، بازیکن استقلال موقعیت دارن. خسرو حیدری یه پاس بلند مکانی بیرون میاد، برهانی زمش برهانی میزنه و که خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفته و داور هم کورنر اعلام میکنه. با هم میبینیم صحنه آیسته رو. خسرو حیدری قشنگ دید، خوبم فرستاد، یه کنترل، یه ضربه و به نظر نمیومد کورنر هم باشه. به هر حال کورنر اعلام شد. عادل شیهی یه بازیکن رو جا میذاره، خود شیهی صاحب توپ پس دوم میرم اونجا از پیش روی برداشت بنگر بود، میارن به سمت چپ برای سجاد شهبازاده، کوتاه برهانی میچرخه، پاس میده برای استقلال، فرصت اونجا هست اما خسرو ضربش تو چارچوب نیست. طارمی، علیپور 4 در مقابل 5 هستن، بازیکن استقلال برمیگردن. احمدزاده روی پای شبش توپو میاره و ضربه‌شو فنی میخواد بزنه که توپش تو چارچوب نبود. دومیان خسرو حیدری میفرسته تو بلنده، یه ضربه سر روی خط بیرون در آوردن، هنوز موقعیت داره استقلال توی اون شلوغی ها ضربه زده میشه اما خبری از گل نیست. ضربه که جابر انصاری زد. 3-4 تا بازیکن پرسپولیس روی زمینن الان. به هر شکلی بود توپو میخواستن درارن که بالاخره موفق شدن. چه فشاری آوردی لحظه استقلال. با هم مرور میکنیم صحنه آهسته رو. فرستاد توپو خسرو حیدری، ضربه سری که مجیدی زد و رضاییان توپ روی خط در آورد. در ادامه طارمی، ماریش توپو دور کرد و بدین شکل بلند در زمین استقلال. مجیدی پاسش جالب نبود، میارن به سمت راست، بازیکنی پرسپولیس روی سرعت احمدزاده دارن حساب ویژه‌ای باز میکنن. احمدزاده یه ارسال خطرناک، یه ضربه سر گل دوم برای پرسپولیس. بازی 2-0 شد و بازم مهدی طارمی گلزنی میکنه. پشت مدافعان استقلال هدف گرفته بودن که به گل رسیدن. پرسپولیس 2 استقلال 0. از رکورد فنی تیم ملی هم اونا تو ورزشگاه هستن و اکثر اونایی که تو ورزشگاه موبایل به دست دارن فیلم میگیرن. مهدی طارمی و خوشحالی همیشگیش به یاد شهدا و تقدیم گلش به اونها. محسن مسلمان میفرسته بلند برای پرسپولیس، موقعیت هست و دوباره پنالتی گرفته میشه پرسپولیس. خطا که محسن بنگر صورت میده و کارت زرد برای بازیکن استقلال. محسن بنگر رو گرفته بودن و خطا روی او اعلام شد. رحمتی داره صحبت میکنه. چهار 5 بازیکن استقلال هستن. رحمتی همه رو آروم میکنه تا خودش با آقای ترکی صحبت میکنه اما داور پنالتی رو گرفته.
با هم میبینیم صحنه آهسته رو مسلمان فرستاد بلند پشت مدافعان استقلال، درگیری عمرانزاده و بنگر که خطای حنیف عمرانزاده گرفته شد. جفتشون هم شمالی هم خواستم من فهم فکر کنم بزنن. باسیک ترکی تارمی میزنه و میگیره رحمتی و تو گل نشده، تو گل نشده. رحمتی پنالتی رو گرفت، سریع توپیشو میفرسته بالا تا یه حمله شکل بگیره. تنهاست اونجا آرش برهانی، سوشا مکانی بیرون میاد و توپو جمع میکنه. با هم میبینیم صحنه آهسته را که بدین شکل مهدی رحمتی با هم میبینیم صحنه آهسته گل دوم پرسپولیس رو که روی ارسال احمدزاده زده شد. برخلاف نیمه اول که مظلومی لب خط ایستاده بود، در نیمه دوم سالم اومده لب خط ایستاده با بازیکن‌ها صحبت میکنه. یه ضربه از راه دور و توپی رحمتی میبرن به سمت چپ. مجیدی، آرش برهانی برای انصاری پشت محوطه که جریمه پرسپولیس، ضربه زمینیه و سوشا مکانی گراسکچ توپو در اختیار میگیره. پاس خوب خسرو حیدری، استقلال موقعیت داره، یه ضربه قشنگ از راه دور و توپی که اونجا با واکنش دروازه‌بان مکانی همراه بود. قشنگ دید محمد خرسندی‌ها و ضربه‌اش رو خوب زد. با هم می‌بینیم صحنه آهسته رو از راه دور ضربه‌اش رو زد، پرقدرت با دست مخالف توپو بیرون فرستاد. سوشا مکانی یه پاس فنی اونجا میده، باز هم خود محسن مسلمان استارت میزنه، میفرسته روی دروازه خالیه. یه ضربه سر گل سوم برای پرسپولیس زده میشه و رامین رضاییان دروازه رو باز کرده. اونجا رفته و ضربه سرش رو میزنه و یه خوشگلی به سبک کریستیانو انجام میده رامین رضاییان. حمله استقلال، خسرو حیدری با پای راست میفرسته داخل محوطه جریمه، اشتباه سوشا مکانی و گل. یه گل جواب میده جابر انصاری. لیز خورد اونجا سوشا مکانی و مجیدی داره نیمکتشون رو جمع جور میکنه. چه فوتبالی شده شهرآورد 82 ما. 3-1 شد بازی. انقدر سرعت بازی بالاست که ما خیلی از صحنه‌ها رو آهسته‌شون نتونستیم ببینیم. یه بار دیگه حمله استقلال، جابر انصاری گل دوم نمیشه و سوشا مکانی اونجا دروازه پرسپولیس رو نجات میده. توپو به خوبی کنترل میکنه، اشتباه میکنه دیگه این بار. مگویان، مسلمان 3 در مقابل 3 هستن. بازیکنان استقلال دارن برمیگردن. حنیف جاش خالیه، ضربه آلیشان میبینه که اومده بیرون. رحمتی حالا روی تو برگشتی، چه توپی رو در آوردن بازیکن استقلال و چه واکنشی از مهدی رحمتی. یکی از اون حرکات قبلی است. ممنون از همه دوستانمون. توپی که فرستاده شد دور کرد رحمتی، ضربه سری که زده شد رامین رضاییان تا گل سوم پرسپولیس به ثبت برسه. هنوز گل رو ندیده بودیم. بازم روی توپ برگشتی استفاده کردن بازیکن پرسپولیس. توپی که اومد داخل محوطه جریمه، فکر نمی‌کرد اینجوری تو باید دست بده سوشا و جابر انصاری دروازه رو باز کرد تا بازی 3-1 بشه. استقلال داره حمله میکنه این طرف. سعید شهبازی توپ در اختیار داره، یه ارسال بلند، توپ خیلی بلنده، بازم اونجا تغییر مسیر در توپ ایجاد میکنه تا یه کورنر ایجاد بشه. چهره پروفسور سمیعی رو هم میبینید در ورزشگاه حاضر هستن و ایشون هم بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. که از نخبگان جراحی مغز و اعصاب که کریمی میزنه و توپی که اونجا از کنار دروازه به بیرون رفت، به سر مدافعان پرسپولیس هم خورد و به کورنر رفت.
یوخیزه بازیکن پرسپولیس، رضاییان میزنه، خطرناک و قشنگ هم میزنه و توپ راهی کورنر کرد مهدی رحمتی و طارمی هم رفت به سمت گل استقلال. ضربه کورنر رو باید بزنه. توپو میفرسته بولن روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک و توپی که از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت. فرشاد احمدزاده داور سود میزنه، ابراهیمی حرکت میکنه، امید ابراهیمی ضربش رو میزنه پر قدرت به مدافعان پرسپولیس خورده. مگویان تو لو بره، میتونه خطرناک هم باشه. یه پاس پشت همه مدافعان استقلال، دو در مقابل یک هستن. طارمی حتی که یا پاس میده، طارمی پاس میده، گل سوم نه، 4 تا میشه. حالا گل 4 برای پرسپولیس. پاس تا طارمی تا مسلمان استقلال رو 4 تایی بکنه. 4-1. همه رفته بودن جلو و دفاع کاملا ول شده بود. خوشحالی پرسپولیسیا. پرسپولیس 4 استقلال 1. اونا دارن مقتدرانه به صدر میرن. با هم میبینیم صحنه آهسته رو 3-4 نفری فرار کردن. دفاع جامون گفتم نگویان که با لو بده کارشون تمومه که همینطوری هم شد. طارمی پاس داد، مسلمان گل زد. شهبازاده دور میزنه اونجا، یه تک میزنه فرشاد احمدزاده، بازم خود سجاد شهبازاده، یه پاس رو بقب، یه ارسال، یه کنترل. فخرالدینی کارشو سخت میکنه، توپشو زدن و حالا داور خطا رو گرفته و پنالتی به سود تیم استقلال اعلام میشه. کمتر از 3 دقیقه هم تا پایان بازی باقی مونده با پنالتی به سود استقلال. لبخند سوشا مکانی به اینکه مثلا چی رو گرفته آقای ترکی، اما به هر حال داور پنالتی رو اعلام کرد. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. توپو کنترل کرد، اینجا جامون مسلمان و در ادامه داور خطای پنالتی رو اعلام میکنه. ببینیم این طرف سوشا مکانی روی ضربه پنالتی چه کار خواهد کرد. ابراهیمی میخواد پنالتی رو بزنه. ببینید بازی 4-2 میشه یا نه. امید ابراهیمی حرکت میکنه، ضربه‌ش رو میزنه و گل برای استقلال. 4-2. اما داور دوباره تکرار داده یا نه؟ گل قبولی رو میخواد سر بازیکن استقلال برن و دیگه اعتراض نکنند. یه تصویر فرزاد مجیدی رو هم نشون بده، یک از دوربینا قشنگ مشخص میشه داره چیکار میکنه فرزاد مجیدی. ضربه که ابراهیمی زد در خلاف جهت حرکت باز خورسندیا رد میشه. بازیکن پرسپولیس رو در اختیار میگیرن. 3 در مقابل 3 هستن. یه حرکت، یه پاس داخل محوطه جریمه، یه ضربه خطرناک و پس بالای دروازه به بیرون رفت. ضمن که رحمتی هم بازم واکنش نشون داده بود. صحبت کنه یه شرایط جوی هم با ما یار باشه. تمام سوت پایین رو میزنه آقای ترکی. پیروزی 4 بر پرسپولیس مقابل استقلال و رفتن این تیم به صدر رو. ادامه رقابت لیگ ما با اوج حساسیت هم در بالای جدول هم در پایین جدول. آقای یوسفی همراه شما و دوستان در ادامه هستیم. اگر بشه با ارتباط با مربیان به جمع شما دوستان اضافه خواهیم شد. وقت شما بخیر.